سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک کانال تلگرام زدم مخصوص خرید و فروش. کسایی که دسترسی به اینستا یا یوتیوب ندارن اونجا اجناس رو میذارم و هر هفته سعی میکنم دوستان برای کسانی که قدرت خرید کمتری دارن هر هفته جنس حراج بذارم. حالا حراج به چه صورت هست؟ من اجناس رو توی کانال میذارم و قیمت میزنم. اولین کسی که پیام بده به من دایرکت، مثلا بگه این جنس مال من، اون جنس دیگه متعلق به اونه. یعنی به این صورت هست که هر کس زودتر پیام رو داد، یعنی حتی 1 ثانیه هم زودتر برسه، متعلق به اونی هست که زودتر پیام رو داده. لینک کانال رو میذارم الان این پایین براتون که از طریق لینک وارد کانال بشید. امیدوارم به دردتون بخوره و مفید باشه. حداقل کسانی که قدرت خرید کمتری دارن، من سعی میکنم اون جنس بعضی از اجناس رو به قیمت خرید بذارم دوستان، نه همه اجناس رو. هر هفته چند قلم جنس رو میذارم، کسانی که قدرت خرید کمتری دارن حداقل اگه قسمت باشه به اونا برسه. متشکرم، خدا نگهدارتون.